مهمترینش اینه که فکر میکنن طرف مقابلشون نیازی به رابطه جنسی نداره و در واقع این یک امتیازه که دارن به دست میارن و براش میجنگن و این خودش باعث میشه که ذهنیتشون در رابطه سالم پیش نره و نتونن که اون رو سالم شکل بدن. دومین موضوع اینه که راجع به فیزیولوژی خانم ها و ارگاسم خانم ها اطلاع لازم رو ندارن و زمانی که خودشون در رابطه ارضا میشن فکر میکنن که این پایان رابطه است و دیگه نیاز نیستش که تلاش خاصی براش بکنن. و سومین قضیه این هستش که فکر میکنن که در یک رابطه لزوما اونها ارضا نخواهند شد و نیازی هستش که تنوعی وجود داشته باشه که البته این کلیشه کم کم داره خیلی کم رنگ تر میشه و در واقع رابطه متعهدانه جای خودش رو برای آقایون هم به اندازه خانم ها حداقل جای خودش رو باز میکنه. نمیگم که همه در رابطه متعهدانه هستن ولی برابرتر داره میشه این کلیشه.